به نام خداوند بخشاینده و مهربان نهایت با رحم. ما بعد، آنچه که رواست از زن در حیض بوده کردن، به شوهر استمتاع کردن یعنی لذت بردن به سایر جسمی زن در حیض بوده بجز از فرد جایز است. در این مورد یک چند احادیث وارد شده است. اول قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفته است همه فعل را غیر از جما نکاح دهید. دوم از عایشه رضی الله عنها که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از مایان را چون حیض میدید امر میکرد که تا ازارش را بپوشد، سپس شوهرش با او میخوابید. حضرت عایشه رضی الله عنها باز گفته بود سپس شوهرش با او مباشره میکرد یعنی مشغول میشد. چی وقت رواست هم بستری زن هرگاهی که او از حیض پاک شود. هر وقت که زن از حیض طاهر شود یعنی پاک شود و خون حیض باز ایستد، به شوهر رواست که هم بستری او بعد از آن که مکان خون را بشوید و بس یا طهارت گیرد یا غسل کند. هرچی را که زن انجام دهد به شوهر هم بستری او جایز می شود. موافق گفته الله تبارک و تعالی در این آیت سابق و چون پاک شدن از آن جایی که الله فرمان داده است با آنها نزدیکی کنید. سوره بقره آیت 222. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.